گفتم که عرب‌ها هنگام برآمدن اسلام خود خط نداشتند و شمار بسیار کمی از آنها از خطهایی که از فرهنگ‌های دیگر گرفته بودند استفاده می‌کردند. یکی از این خطها که از انبار و حیره گرفته بودند پایه خط کوفی شد. حیره و انبار شهرهایی بودند در عراق کنونی. درباره وابستگی آنها به شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی سخن گفتم. عاملی که عرب‌ها را به فکر داشتن خط انداخت قرآن بود. در برنامه امروز می‌خواهم درباره چگونگی نوشتن قرآن سخن بگویم. پیامبر اسلام نوشتن و خواندن نمی‌دانست. آیه‌هایی را که بر او فرود می‌آمدند کسانی که پیرامونش بودند، یعنی یارانش صحابه، از بر می‌کردند و نویسندگان وحی آنها را به خطی که می‌دانستند می‌نوشتند. کاغذ را نمی‌شناختند. از چوب درخت خرما، استخوان پهن شانه شتر، تکه‌های پوست، پارچه یا برگ خرما استفاده می‌کردند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در همه دوران 23 سال پیامبری محمد آیه‌های قرآن را در یک کتاب تدوین نکرد و این از سوی کسی که خود را پیامبر همه انسان‌ها می‌دانست شگفت‌انگیز است. دلیل اصلی را می‌توان در این نکته دانست که عرب فرهنگ نوشتاری نداشت و با کتاب بیگانه بود. زنده یاد استاد جلال همایی می نویسد اهتمام مسلمین بیشتر به حفظ قرآن بوده نه به کتابت آن. در زمان ابوبکر جنگ یمامه پیش آمد و بالغ بر 1200 نفر از مسلمین کشته شدند و در جمله مقتولین به روایت بعضی قریب 700 نفر قراء بودند. قراء یعنی قاریان قرآن، راویان قرآن، به علت اینکه در حقیقت حفظ قرآن بسته به وجود قراء بود و ممکن بود که با مرگ یا قتل آنها تمام یا پاره‌ای از قرآن بالمره از میان برود و برخی از آیه‌ها نابود شده بودند. یک نمونه از آن را در حدیث‌های سنن ابن ماجه می‌بینیم. سنن ابن ماجه که ایرانی و اهل قزوین بود در سده 3 هجری میزیست. اثر او یکی از 6 حدیث معتبر سنی است. در حدیث شماره 1944 میگوید عایشه گفت آیه سنگسار و آیه شیر دادن به بزرگسال که بر برگی نوشته شده بود زیر بالین من جای داشت، ولی زمانی که پیامبر خدا درگذشت و ما سرگرم کفن و دفن او بودیم بزی آمد و آن را خورد. از این گذشته روایت‌های گوناگون از هر آیه میان مسلمانان پراکنده شده بودند که معلوم نبود کدامین راستین است کدام ساختگی. از این رو عمر برای حفظ آیه‌ها و یک دست کردن آنها نزد ابوبکر رفت و اصرار ورزید قرآن را گردآوری و تدوین کنند. ابوبکر از این کار اکراه داشت و می گفت اگر لازم می بود خود پیامبر در زمان زندگیش می کرد یا دستور آن را می داد. پس از ابوبکر عمر در زمان خلافتش عثمان را مأمور کرد تا با همکاری عده‌ای قرآن را گردآوری و تنظیم کند. عثمان این کار را بر عهده زید بن ثابت که آخرین کاتب قرآن بود گذاشت. چنانکه زنده یاد جلال همایی می نویسد نسخه ها خیلی پراکنده بود و گاهی یک سوره نزد چند نفر یافت می شده و گاهی فقط نزد یک نفر بوده است، مانند سوره توبه که فقط نزد خزیمة ابن ثابت انصاری بوده است. این سخن از نظر منطقی بدین معناست که امکان پی بردن به درستی یا جعلی بودن آیه ها نبوده است. اما گزینش زید بن ثابت مخالفت‌هایی را برانگیخت، زیرا پیامبر را یاران دیگری بود که در دانستن آیه‌های قرآن صلاحیت بیشتری داشتند. بنابر حدیث‌ها به ویژه صحیح بخاری حدیث شماره 103 جلد 5 باب 57 محمد 4 تن را بزرگترین آموزگاران قرآن می‌دانست و توصیه می‌کرد قرآن را از آنان یاد بگیرند. نخستین آنها عبدالله ابن مسعود بود. 3 تن دیگر عبارت بودند از سلیم برده آزاد شده ابو حذیفه
سپس معاذ بن جبل و چهارمی ابی بن کعب. ولی عثمان هیچ یک از اینان را برای گردآوری قرآن فرا نخواند. این کار را بر عهده زید بن ثابت نهاد. عثمان روایتی از آیه ها را که زید برگزیده بود به عنوان قرآن رسمی، یعنی سخن خدا، اعلام کرد. این قرآن را مصحف عثمان نام داده‌اند. سپس فرمان داد همه روایت های دیگر قرآن را از آن میان روایت ابن مسعود را بسوزانند. بنابر منبع‌ها از آن میان کتاب المصاحیف نوشته ابن ابی داود، عبدالله ابن مسعود سخت به این کار اعتراض کرد و وقتی عثمان فرمود نسخه قرآن عبدالله ابن مسعود را در آتش افکنند، بنابر ابن سعید در کتاب طبقات الکبیر، ابن مسعود در کوفه بر منبر رفت و گفت مردم قرآنهای خود را پنهان کنید، چون این قرآنها سخن پیامبرند. به خدا سوگند که من بیش از 70 سوره را از دهان پیامبر خدا آموختم، وقتی که زید بن ثابت هنوز از پدر نزاده بود و پدرش مشرک بود. اختلاف‌های میان قرآن عبدالله ابن مسعود و قرآن زید بن ثابت بسیار بودند. می‌نویسند که تنها در سوره گاو بقره بیش از 100 مورد ناهمسانی وجود داشتند. چنانکه گفتم ابی بن کعب یکی دیگر از 4 راوی مورد علاقه محمد بود. او را سید القراء، استاد قاریان، نامیده بودند. عمر ابی را بهترین حافظ یا راوی قرآن می‌دانست، ولی با همه روایت‌های او موافق نبود. در بسیاری موردها، ولی نه همه جا، ابی با ابن مسعود موافقت داشت و با زید مخالفت. این آشفتگی و وجود روایت‌های گوناگون چند علت داشت. یکی اینکه چنانکه پژوهندگان این موضوع گفتند، به احتمال خود پیامبر آیه ها را همیشه یکسان بر زبان نمی آورده و در آنها تغییر می داده است و داستان 7 یا 14 روایت قرآن از همین جاست. از این گذشته چنانکه از حدیث ها برمی آید، پیامبر گاهی آیه ها را فراموش می کرده است. بنابر صحیح بخاری حدیث 558 جلد 6 باب 61، شبی پیامبر خدا شنید مردی قرآن می‌خواند. گفت آمرزش خدا بر او باد، زیرا برخی از آیه های آن سوره را فراموش کرده بودند. علت دیگر این پریشانی این بود که حافظان یا راویان قرآن ناخودآگاه یا خودآگاه در آیه ها دستکاری می‌کردند. یک نمونه آن عبدالله ابن ابی سرح از نخستین کاتبان وحی و نزدیکان پیامبر بود که گاهی واژه‌ها یا جمله‌های آیه‌های نازل شده را به دلخواه خود تغییر می‌داد و وقتی آنها را بر پیامبر می‌خواند، محمد می‌گفت مانعی ندارد. پس از تکرار چند تغییر از این گونه، ابی سرح از اسلام بازگشت به این دلیل که چگونه ممکن است وحی خدا با پیشنهاد من تغییر کند. پیامبر خون او را حلال ساخت و او گریخت.